آراسته کرده است. پدران عزیز، خواه حاجی باشی، خواه 5 بارم حج رفته باشی، اگر کیلون تا یا دختر تا، ما برای شما اعلان میکنم فتوای حنفی مذهب، هر کسی دخترش نیچ است، سطر ندارد یا اینکه زنش پیشی برش میتاود، این دیوس است، نماز الله قبول نمی سازد. اگر امام شود نماز تا سر بخوان، امامتی را حق ندارد. مذهب امام اعظم رحمت الله علیه، هر کسی که زنش سطر ندارد، دخترش حجاب ندارد، اگر در کوچه رومال خلقی براید، پیشی برش اگر محکم نباشد، دیوس است. الله دیوس دوست نمی دارد، پیغمبر دیوس دوست نمی دارد. ثلاثه قد حرم الله علیکم الجنه، مدمن الخمر والعاقل والدی والدیوس و هو الذی یقر سوء فی اهله. 3 گروه مردم از جنت محروم هستند، یکش عاق پدر و مادر، دویمش عرق نوش، سومش کسی که اننی زنش سطر ندارد، حجاب ندارد، مردی بیگانه کدی رقص و بازی میکند، خودش بیناموس از دور نظر میکند، زنش با مردی بیگانه رقص و بازی میکند. الله چی میگه؟ این بندگان مسلمانی که در دنیا کمبغل هم باشند، اینها رو در روز قیامت آبروشون رو بلند میسازم. لکن کسی که سوم دارد، دلار دارد، مکسیمه دارد، مرسدس دارد، نماز نمیخواند، جاش دوزخ است. برای چی دوزخ است؟ الله میگه ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین و كنا نخوض مع الخائضین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. الله میگه در روز قیامت بنده ها را همه را زنده میگرداند و یکی ما شما را میپرسد ای بنده من، در بابای خانه محمد رسول پسرش ازدواج میکرد، در همونجا حضور داشتی، عاشق خوردی، برای نفسی پلید، یک روز چند جا قرولتای ده معرکه میشد، برای آش رفته میتونستی، چرا مسجد نمیایی؟ چرا فرزند مسجد نبردی؟ چرا زنت با حجاب نکردی؟ چرا دخترت با حجاب نکردی؟ آیا چنین حیوان، چنین میمون ناموس نداشتی؟ جواب میگویی کسانی که در خانه بابای حاج محمد رسول نشستن خوردن، بعد از همین شنیدنی موعظه ها سخنای الله که تن نگرفت، زنش با سطر نکرد، دخترش با حجاب نکرد، رفتهای به مسجد نکرد، مسلمانان را دوستی نداشتند، الله در روز قیامت میپرسد، جنتی ها را اجازت میکرد بپرسید که اینا چرا در دوزخ میسوزند؟ جنتی ها سوال میکردند دوزخی ها را ما سلککم فی سقر، ای برادر در خانه بابای حاجی محمد رسول نشسته بودیم، یک جا آش میخوردیم، امروز چرا تو در دوزخ میسوزی؟ این چی جواب میگه؟ لم نکن من المصلین، من نماز نمیخواندم، زنم حجاب نداشت، سطر نداشت، دخترم به حیا بود، در رستوران توی کردم، من نام مسلمان بود، خلاص دیگه خودم چیزی نداشتم. قوم عزیز، فرق میان مسلمان و کافر نماز است.